بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جواب معنی دوم که اینها مسجد حرام را مسجد آباد کردن، لذا با اینا چطور بجنگی؟ اینا مسجد دارن، مسجد الحرام آباد کردن. الله سبحانه و تعالی فرمود وقتی خود شاهد به کفرن تعمیر مسجد چه فایده دارد؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. اصلا مناسب نیست برای مشرکین که مساجد الهی را اینها آباد کنند که آنها توانایی آبادی را ندارند، در حالی که خودشان شاهدی میدهند به کفر نفس خیش. شاهدین علی انفسهم بالکفر، خودشان گواهی میدهند که کافرند به اظهارهم ما یدل علیهم و ان لم یقولوا نحن کفار. ظاهر میکنند آن چیزهایی را که بر دلالت دارد به کفر آنها، اگرچه با زبان هم نمیگن که ما کافریم. اولئک حبطت اعمالهم، اینها با موجودگی کفر و شرک مسجد تعمیر کنند، هر کاری نیکی انجام بدن حبطت اعمالهم، تمام اعمال خیر آنها برباد است بسبب شرک آنها، کفر آنها. و فی النار هم خالدون، مال جهنم هست. شما گرفتید که اینها مسجد دارند و خانقاه دارند و علی بله دارند، اینها مال جهنم هست، همیشه میمانند. مساجد را آباد میکند کسی که ایمان دارد به خدا و روز آخرت. تعمیر حقیقی مسجد عبادت مسجد است، عبادت خالصانه مسجد است، نه عبادت توأم و همراه با شرک. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات. تعمیر میکنه مساجد الهی را کسانی که ایمان به الله دارند و روز آخرت دارند و اقامه نماز میکنن، عبادت بدنی، و پرداخت زکات میکنن، این عبادت مالی. اینها مساجد را واقعا میتونن آباد کنن، نه آنهایی که تاگرو به شرک مشغولن، شرک آنها را اشغال کرده. ولم یخش الا الله، آنها مساجد را تعمیر میکنن که خوفی ندارن جز خدا از کسی دیگر. قیل کانوا یخشون الاصنام یرجونه فارید نفی تلک الخشیه عنهم. تفسیر رولمانی میگه کفار از بتها میترسیدن، امید رحمت آنها را داشتن، اراده کرده شد نفی این خشیت از آنها. ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. امید است که اینها باشند از راه یافتگان. اجعلتم سقایة الحاج و امارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والیوم الاخر. آیا ای کفار افتخار داشتن که ما مسجد الحرام را تعمیر میکنیم و سقایة الحاج آبدهی حاجی ها را ما در خدمت حاجی میکنیم. الله تعالی و در برابر پیغمبر علیه السلام افتخار به این عمل ها. الله تعالی میگه این عمل امارت مسجد حرام و سقایت الحاج بدون ایمان رایگان هست. لذا قبل از سقایت کلمه عمل را مقدر کنید تا مانا، و بعد از کمن عمل را هم مقدر کنید، مانا درست میشه. آیا شما عمل آب دادن حاجی ها را، سقایه من آب دادن، عمل آب دادن حاجی ها را و عمل امارت مسجد حرام را، آبادانی مسجد حرام را، مثل عمل اون کسی قرار می دهید که ایمان به الله دارد روز آخرت و جهاد میکنه در راه خدا؟ عمل شما سقایت الحاج و امارت مسجد حرام بدون ایمان بالله و بدون ایمان به آخرت برباد است. هر چقدر شما سقایت الحاج کنید و امارت مسجد حرام بکنید، چون ایمان بالله ندارید و ایمان به آخرت ندارید، لذا این عمل شما برباده. هرگز مثل عمل من آمن بالله والیوم الاخر و جهاد در راه خدا می کند با عمل او مساوی نمیشن. لا یستوون عند الله، هرگز برابر نیستن نزد الله. هر وقت عمل برابر نیستن، عامل هم برابر نیستن. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله تعالی به مقصد نمیرساند قوم های ظالم را، قوم های متمرد و سرکش را.
الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، آنهایی که ایمان دارند و جهاد میکنند در راه خدا، هجرت کردند در راه خدا و جهاد میکنند در راه خدا با مال و جان خود، اعظم درجه عند الله، بزرگترین درجه را نزد خدا اینها دارند که با ایمان هجرت و جهاد در راه خدا با مال و جان میکنن، اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون، همینها هستن رستگاران ابدی که صحابان این صفات علی وجه اتم در خلفای راشدین و در مهاجرین و انصار بودن. خصوصا مهاجرین، آنهایی که ایمان آوردن. در کجا ایمان آوردن؟ در مکه که آتش بود ایمان. و هجرت کردن با آنهایی که با پیغمبر همراه هجرت کردن و جهاد کردن در راه خدا با مال و جان، اعظم درجه عند الله از غیر مؤمنین. و کیف اونهایی که این صفات رسول ندارن، درجه اینها از اون مؤمنان هم خیلی بالا هست که هجرت و جهاد در راه خدا نکردن. و اولئک هم الفائزون، اینها هستن رستگاران ابدی، کامیابان ابدی همینا هستن. اولئک هم الفائزون، اینها فائزن. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم، بشارت میدهد اینها را رب اینها به رحمت خاصی از طرف خودش و رضامندی و باغهایی که برای آنها در این باغ و جنات لهم و باغهایی که برای اینها هست در اینجا، فیها نعیم مقیم، در اون باغها نعمتهای دائمی هست، همیشه میمانند تو این نعمتها. ان الله عنده اجر عظیم، به تحقیق الله تعالی نزد او اجر بسیار بزرگی هست. جواب مانع ثالث، با اینها چطور قتال کنیم؟ اینها خویشاوندان ما هستند، اینها رشته‌داران ما هستند. با رشته‌دار قتال، با خویشاوند قتال، چطور قتال کنیم؟ الله سبحانه و تعالی میگه وقتی خویشاوند شما، برادر شما، پدر شما، اون خویشاوندان درجه یک محب کفرن، باید با اینها بجنگید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، قرار ندهید آبای خود را و اخوانکم و برادران خود را، اولیاء، دوستان صمیمی، اگر محبوب دارن کفر بر ایمان، اگر اینها کفر بر ایمان محبوب دارن، هرگز شما آنها را دوست نداشته باشید، اینها را دوستان خود قرار ندید. ان استحبوا الكفر علی الایمان و من یتولهم منکم، هر کسی که اینها کافرها را از خویشاوندان خود دوست دارند به خاطر خویشاوندی، تو فاولئک هم الظالمون، اینها ظالمان درجه یک در حق خود ظلم میکنند. این خویشاوندی برده قیامت چه دردی دوام میکند که آنها دشمن خدااند و شما مؤمن دوست خدایید، با دشمنان خدا دوستی کنید، شما ظالمان درجه یک نسبت به حق خود ظلم کرده. خویشاوندی چه دردش تا همین زندگیه، بعد از این زندگی دیگه ارتباط خویشاوندگی قطعه. سبحان الله، قرآن عظیم شان چقدر تهدید میکند که با کفار که دشمنان من موالات داشته نباشید. و من یتولهم منکم، هر کسی از شما مؤمنین با اون خویشاوندانی که کفر را دوست دارند، کمونیستند، کافرند، محبت کند، فاولئک هم الظالمون، اینها ظالمان درجه یک که خود را کافر کردن با محبت کفار. بگو بینها پیغمبر، ان کان آباؤکم، اگر پدران شما و ابناؤکم فرزندان شما و اخوانکم برادران شما و ازواجکم و جفتان شما و عشیرتکم و عشیره شما و اموال اقترفتموها و مالهایی که شما آنها را کسب میکنید و تجارتی که شما میترسید از کساد آن تجارت و مساکنی که شما دوست دارید اون مسکنها را، همه اینها خبر کانا است، اونها اسم معطوف بله. اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا، اینها محبوب ترن به جانب شما
پدران شما، بچه های شما، برادران شما، فامیل شما، جفتان شما و فامیل شما، اموالی که شما آنها را کسب میکنید، تجارت هایی که شما ترس کساد آنها را داری، وقتی به جهاد برید تجارت خانه ها قاصد میشن، حمله میشه، بغارت برده میشن، و مسکن هایی که خیلی دوست دارید آنها را، سبحان الله عظیم، قرآن ترتیبی مردم ساختمان خیلی دوست دارند و مساکن و ترضونها، همه اینها محبوبه به جان شما از خدا و رسول و از جهاد در راه خدا. بس انتظار بکشید تا حکم خدا بیاید. فتربصوا حتی یأتی الله بامره، بس انتظار بکشید تا الله تعالی حکم هلاکت شما را بیارد الله تعالی حکم بربادی شما را، و خدا به مقصد نمیرساند قومهای فاسق را. یعنی از جهاد عقب نشینی کردن به خاطر این چیزها، اونها فاسقند و خدا فاسقها را از فرمان خدا خارجند، به مقصد نمیرساند. چقدر قرآن عظیم الشان نسبت به جهاد صحبت میکنه. هر کدام از اینها مانع جهاد شدن، شما از فرمان خدا خارجید و خدا فاسقین را به مقصد نمیرساند و به جنت نمیرساند. والله لا یهدی القوم الفاسقین. بشارت دنیوی، الله تعالی میگه بندگان من، ای مؤمنین، من در مواطن کثیره شما را نصرت کردم، در هر جا شما را نصرت میکنیم جهاد کنیم. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، به تحقیق نصرت کرده شما را الله تعالی در میدانهای زیادی، در بسیار میدانها شما را نصرت کرده، خصوصا و یوم حنین، روز حنین. بعد از فتح مکه وادی حنین نزدیک بود، قبیله حوازن 4000 مرد تیرانداز و جنگی داشت، بسیار ثروت سرکرانی هم داشتند. حنین جایگاهی در مدینه منور در نزدیکی مکه، قبیله حنین اونجا ساکن بود، دامدار بودند و سرمایه‌داران کلانی بودند. لحاظا اینها برای جنگ پیغمبر چون بعد از فتح مکه اینها آمادگی کردند، طائفی ها آمادگی کردند، دیگه نوبت دیگه به اینها میرسید. لحاظا حوازن حنینی ها 4000 مرد تیرانداز و جنگی داشتند. اینها برای اینکه مقابله کنند تمام مالها و دامهای خود را و زن و بچه های خود را جلو آوردند گذاشتند که دیگه برای دفاع اگر دفاع نکنند و کسی فرار کند هم مالش بره و هم زن و بچهش. اینها کمین کردند. صحابه 10,000 مسلمان از مدینه منوره آمده بود و 2000 هم از مکه تازه مسلمان شدند و همراه شدند 12,000 مقابل 4000. دیگه از دهان اینها در آمد نوجوان های امروز حوازن با 4000 در برابر لشکر 12,000 چی میخواد بکنند؟ تک پاره میشه. اینا در مسیری که میرفتن آنها 4 طرف رودخانه را کمین زدن. وقتی آمد اینها را در محاصره انداختن با تیرها، چنان تیراندازی کردن که شیر مردان کدمشون لرزید. سرور کائنات سوار بر قاطر سفید جلو میزد و میرفت. انا نبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب، من نبی هستم، دروغگوی نیستم، من فرزند عبدالمطلبم، میدان را خالی نمی کنم. حضرت عباس و حضرت ابی سفیان، این ابی سفیان معروف نه کسی بگیریه تقریبا، این ابن حرب نه، به رقاب غاطر رسول الله چسبیده بودند و غاطر به جلو میرفت، آخر سراسیمه شدند. الله تعالی نصرت کرد، لشکر فرستاد و اینها را فتح پیروزی عنایت کرد. به تحقیق شما را نصرت کرده الله تعالی در میدانهای متعددی، در میدانهای کثیری، خصوصا روز حنین، هنگامی که در عجب انداخت شما را کثرت شما 12,000 و مقابل 4,000 بود. فلم تغن عنکم فئتکم شیئا، دفع نکرد از سر شما کثرت شما هیچ چیزی را. و این زمین به خاطر تیراندازان حنین ضاقت علیکم الارض، زمین بر شما تنگ شد، با وجودی که زمین فراخ بود، لیکن چنان تیر آمد از این 4,000 نفر که زمین بر شما تنگ شد، با وجودی که زمین وسیع بود.
ثم ولیتم مدبرین، شما گشتید پشت به میدان کردید، گشتید از میدان در حالی که پشت شما به طرف دشمن شد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، بعد از این سانحه نازل کرد الله تعالی سکینه خود را، فیضهای غیبی خود را، اطمینان و طمانینت را بر رسول گرامی و بر قلب مؤمنین. و انزل جنودا لم تروها، و نازل کرد لشکر از آسمان که شما اون لشکرها را ندید. فرشته آمدن و عذاب داد آنهایی را که کفر کرده، هزیمت و قتل و قید، کشته شدن، اسیر شدن. هذا وقت اسیر شدن زن و بچه ها تمام زندگیشون، تعداد از مردانشون هم کشته شدن. بعد با اینها مصالحت شد که شما زن و بچه های خود را میخواهی یا مال و متاع را چی؟ حاضر شدن که زن و بچه های ما را آزاد کنید، تمام مال و متاع را ببرید. اینقدر رما و اینقدر شطور و اینقدر پول در اختیار صحابه آمد، همه اینها را توضیح کردون تازه مسلمان ها داد، به مهاجرین و انصار قدیم نه. چنین گویایی شروع شد. رسول علیه السلام از طرف نوجوانان انصار که ما هم اینجا شمشیر زدیم به ما سهم نمیرسن، همه اهل مکه تازه مسلمان را رسول پاک صلی الله علیه و سلم تالیف قلوب کرد و این غنیمت را بر آنها توزیع کرد. بعد پیغمبر علیه السلام آمد در این خیمه بزرگی انصار را طلبید، گفت من یار انصارم، اگر دو رودخانه بشن مردم در یک رودخانه برند و انصار در رودخانه دیگر، من در همون رودخانه میرم که انصارم. مردم با شطور و با متاع دنیا برمیگردن به خانه، شما با رسول خدا. همه گفتن یا رسول الله جان ما برای شما پدا باشد، پدر و مادرش ما پدا بشه. این نوجوانان این حرف زدن، ما راضیم به تقسیم، برای ما رسول الله باشد و برای مردم شطور و گاو سند باشد. این خاطر الله تعالی میگه ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، نازل کرد لشکری که شما ندیدید آنها را، و عذاب داد کفار حوازن را. و ذلک جزاء الکافرین، این جزا و سزای کافرین است. این جزا مجازات کفار همین. ثم یتوب الله من بعد ذلك، بعد رجوع میکند الله تعالی بعد از این علی رسولی علی من یشاء، بر هر کسی که خدای عزوجل بخواهد. والله غفور رحیم، الله تعالی بخشنده و مهربان است، گناه سابقه را معاف می کند و مستحق جنت را می سازد. الله بخشنده و مهربان است. خلاصه تعداد از اینها بعد مشرف ایمان و اسلام شدند، ولهذا آنهایی که مردن و آنهایی که باقی ماندن یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء والله غفور رحیم، گناههای گذشته را معاف می کند و مهربان است، مستحق جنت می گرداند. جواب معنی چهارم از جهاد، اینها حاجی هستند، با حاجی صاحبان چطور بجنگند؟ الله تعالی گفت اینها نجسند، حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بیان. حاجی چی؟ یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، او مؤمنین اینها مشرک ها نجسند به وجه عقیده خبیثه ای که دارن. نجس اون چیزا میگن که پاک نشه دیگه. فلا یقرب المسجد الحرام، حق ندارن بیان حج کنن نزدیک مسجد حرام. شما میگین حاجی صاحب اجازه ندارن از این تاریخ به بعد که نزد مسجد الحرام بیان، یعنی در تمام حرم اجازه ورود ندارن. از مسجد الحرام مراد حرمه. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، از آن براعتی که همین هیچ مشرک اجازه ورود در حرم الهی ندارد. نجسند اینها، پلیدها را نگذارید بیان. یعنی خدا نمیگه که مشرک نمی آید فلا یقرب المسجد الحرام،
الله تعالی خبر نمیدهد که مشرک در مسجد الحرام نمیاد، بلکه الله تعالی میگه اینها نزدیک نیایند، یعنی شما دیگه حق نداری اینا رو بگذاری. لحظا حالا مشرک که میره به نام اسلام میره، به نام توحید میره، به نام اعتقاد اسلامی میره، این دید خدا خبر میدهد که مشرک نمیاد، ولی سالهای سال در مسجد الحرام مشرک بوده دیگه. الله تعالی که شما نگذارید که مشرکین بیان به مسجد الحرام. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از این سال. حالا اگر شما بگید که خب مشرک دارن میرن، خب این مشرک به نام شرک نمیره، نه نام اسلام و توحید و پیغمبر و دین و آیین. لحظا حالا بدعتی و غیره که شرک میکند و میرود، خب او در لیست مشرکین نیست. مشرک کنه که علنا شرک کنه، یهود نصارا، مشرکینی که کلمه نمیخواندن. و این خفتم عیلتا، اگر شما خوف داری از ناداری، خب با همه مردم بجنگی. این همه مشرکی با همه جنگیدن، خب خطر گرسنگی هم هست. الله تعالی میگه بابا شما برای خدا باشید، خدا شما را سیر میکنه. با همه جنگیدن دیگه گرسنگی، جنگ، مال و متاع از یک طرف نمیاد و جنگ گرسنگی دارد. الله تعالی میگه شما جهاد کنید، من شما را غنی میگم. و اگر شما احساس ناداری دارید، فسوف یغنیکم الله من فضله، ان قریب الله تعالی شما را غنی میکند از فضل خودش. خطر گرسنگی مانع جهاد نمیتواند بشه. الله شما را غنی میکند فضل خدا، اگر بخواهد که شما را سیر کند. ان الله علیم حکیم، الله تعالی علیم است، مصلحت را میداند، حکیم است، برای انسداد افلاس شما سامان پیدا میکند. برای انسداد افلاس شما سامان حتما پیدا میکند، او حکیمه. دعوی سورت و بیان وجوه قتال. چرا با کفار بجنگی؟ برای چه؟ الله تعالی انگیزه و وجوه قتال را برای بیان میکند. با کدوم کافرها بجنگی؟ قاتل الذین لا یؤمنون بالله، قتال کنید با آنهایی که ایمان ندارند به الله. اولین وجوه که بین همی جنگی ایمان به الله ندارند، ولا بالیوم الاخر، و ایمان به روز آخرت هم ندارند. اولین مقتضی جهاد اینه که ایمان به خدا ندارن. دومی اینه که اینها یوم قیامت را، روز آخر را هم قبول ندارن. سومی اینه که لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حرام نمیدانند آنچه را حرام کرده خدا و رسولش. این سومی مقتضی قتال. چهارمی ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، تدین نمی کنند بدین حق، یعنی دین اسلام. این کفار که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، ذات خدا را قبول ندارن، هیچ کافری نبوده، بلکه دستور خدا را قبول ندارن، احکام خدا را قبول ندارن. خب اینهایی که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون حق، کدومن؟ فرمود من الذین اوتوا الکتاب، زمینایی که کتاب دارن، توراتی و انجیلی هن، اینها بجنگ. تا چه زمانه؟ حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، تا زمانی که برای پرداخت جزیه یعنی اسلام بیارن یا استسلام، تا اینکه تسلیم بشن و جزیه به شما بدن. اون هم با دست خود جزیه را بیارن بدن، در حالی که ذلیل و خواه. عرب دستورش این بود یا ایمان یا قتل. یهود و نصارا اگر پرداخت جزیه بکنن و تسلیم بشوند که حکومت اسلامی را بپذیرن و باج بدهن، پس اونها را بگذارن، باج بگیرید و بگذارن. بله عرب غیر از یا شمشیر یا این قانون این. تا
تا که پرداخت کنن جزیه را، با دست خود بیارن بدن در حالی که ذلیل و خوارن. حتی به ذریعه خادم و به ذریعه نوکر اونها جزیه را نمیتونن بیارن، خود با دست خود بیارن بدن. کسی به ذریعه نوکر جزیه خود را فرستاده بود، حضرت عمر قبول نکرد، گفت باید بره با دست خود بیاره اینجا تا کمال ذلت بگردن آن حبش. امروز برعکس حکام مومنی، خدا نجات بده. خب اولین انگیزه جهاد مقتضی قتال اینه که اینها ایمان ندارن بالله و الیوم الاخر، دستورات خدا حرام نمیدانن ما حرم الله و رسوله را، شراب را، زنا را، قتل را، آنچه را که خدا حرام کرده این را حرام نمیدانن. حرام خدا را، خنزیر را، شراب را، زنا را، این حرام خدا را حرام اعتقاد ندارن و تدین به دین حق، دین اسلام از نمی کنن. این چهار مقتضی و دیگه مقتضی پنجم، اینها در ذات خدا را اهانت کردن. چطور؟ میگن عزیر ابن الله است. اینها را گذاشتی که ذات عظیم الله را اهانت کردن و نعوذ بالله برای خدا فرزندی تعیین کردن. این مقتضی پنجم قتال است. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیا گفتن عزیر ابن الله است، یعنی نائب و جلوی کارهای خدا است. در شان عظیم الله اینها اهانت کردن. و نصارا گفتن المسیح ابن الله است. الله تعالی میگه این کلمه سخن آنها از دهن کسی آنها در می آید. الله از ولد پاکه، از نائب پاکه، هیچ نیازی ندارد. ذالک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا، اینها مشابهت میکنن با قول کسانی که کفر کردند. قول اینها با قول آنها مشابه، یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، مشابهت میکنن، مشابه شدن با قول آن کسانی که کفر کردن قبلا از آبای اینها، تقلید میکنن اینها را. قاتلهم الله، گردن بزند اینها را الله تعالی. الله تعالی گردن اینها را بزنه. قاتلهم الله. انا یؤفکون، کجا منصرف کرده میشون؟ نعوذ بالله برای خدا ولد تعیین کردن، نائب و وکیل اتخذوا. هنوزم الله تعالی مقتضی هفتم عزیر ولد گفتن، این یک مقتضی قتال، گردن اینا را بزنید بی ایمانها را، ذات عظیم خدا را اهانت کردن، نصارا را. و دیگه گامی برتر گذاشتن. اول اینها فقط انبیاء را نائب و وکیل خدا معرفی کردن، بعد دیدن که ملت خیلی پذیرایی پیدا کرد، خودشان را هم گفتن نحن ابناء الله و مراجع تقلید خود را تقلید میکنن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اتخاذ کردن احبار خود را و رهبان خود را رب غیر از الله. کانوا یسجدون لهم، آنها را سجده می کردن. کانوا یسجدون لهم کما یسجدون الله، و برای احبار، برای علمای بزرگ خود، برای اینها را سجده می کردن بی ایمانان، رب بشون قرار دادن. حرام آنها را حرام می دانستن، حلال این مراجع تقلید را حلال می دانستن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، هم مسیح ابن مریم را هم رب قرار دادن. چقدر اینها جنایت کردن، هم مسیح ابن مریم را سجده می کردن، حالان که در تورات و کتب الهیه به اینها ماموریت داده نشده است الا لیعبدوا الها واحدا، فقط معبود یگانه را سجده کنند، فقط معبود یگانه را بخوانند، فقط برای خوشنودی و اون نذر و خیرات بدهند. در تورات، در انجیل به اینها ماموریت داده شده که فقط اله واحد را عبادت کنند.
حالان که جمله حالیه معنی از اتخاذ ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، اینها مأموریت داده نشدن مگر اینکه پرستش کنن زبانا بدنا مالا الها واحدا، معبود یگانه را لا اله الا هو، نیست متصرف و مالک تحریم و تعلیل مگر الله، متصرف در کائنات، مدبر در کائنات، مدیر در کائنات، مالک در کائنات، غیر از خدا دیگه کسی نیست. سبحانه اما یشرکون، الله تعالی پاک است از آن کسانی که با خدا در عبادت شریک میکردن، از اون شریک ها پاک است. پاک است از این که عزیر یا عیسی ابن مریم یا احبار رهبان برای خدا شریک بشوند. سبحانه اما یشرکون. ببینید یهود و نصارا انبیاء و اولیاء و بندگان را پرستش کردن، بوتی که پرستش نکردن. هیچ یهودی و نصرانی بت پرستش نکردن، اینها نبی پرستش کردن، اینها ولی پرستش کردن. این بزرگان بزرگ علما و احبار رهبان خود را اینها پرستش کردن، پیران خود را پرستش کردن، علمای بزرگ خود را پرستش کردن. سبحانه اما یشرکون. شما میگی شرک فقط بت پرستیه، اینا که بت پرستش نکردن. حضرت عیسی، عزیر، احبار رهبان بت بودن. دیگه انگیزه مقتضی هشتم جهاد، اینا میخواهن نور الهی را خاموش کنند. یریدون ان یطفئوا نور الله، اینا اراده دارن خاموش کنن دین خدا را، نور الله را یعنی دین خدا را، با زبانهای خود، با تبلیغات طویل و عریض. لیکن عبادت الله تعالی یا بالله الا یتم نوره، مگر اینکه کامل کند نور خود را. ولو کره الکافرون، اگرچه مکروه بدانن کافرها. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اللہ ذات عظیمی است که ارسال کرده رسول گرامیش را ہدایت داده، قرآن و دین حق اسلام داده تاکہ غالب کند، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کند او را اللہ تعالی بر تمام ادیان، دین او را بر تمام ادیان. اللہ تعالی رسول را با خدا قرآن و با دین حق اعظام کرده است که این دین حق را بر تمام ادیان غالب کند. ولو کره المشرکون، اگرچه این مشرکان یهود و نصارا ناپسندی دارند، علی رغم آنها الله تعالی این دین را بر تمام ادیان غالب میکند و خدا این وعده خود را محقق کرد. خدا بر تمام ادیان دین اسلام را غلبه داد در زمان خلافت خلفای راشدین. جهاد برای چی؟ الله تعالی میگه خب اینها اینقدر ملا هستن لیکن حرام خورن، از راه باطل مال مردم میکنن. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، تعداد زیادی از احبار و رهبان، لیأکلون اموال الناس بالباطل، البته میخورن مال مردم را از راه باطل، و یصدون عن سبیل الله، و مانع میشوند از راه خدا، از راه خدا مانع میشوند از راه خوردن مال حرام. یصدون عن سبیل الله. سبحان الله. این دیگه همه راه نظرهای غیر الله، این همه آستان و باستان ها، این همه پول این گفتی که بینیزه بزیوی کی این راه ناجائز خدا که نگفته سر کبرهای اولیاء و بندگان مقرب خدا پول بریزد و بخوری. هر جا یک گاو صندوق به چه بزرگی نزور مزار است. این نظرهای غیر الله و از راه نامشروع اینها میخورند.
ان كثيرا من الاحبار، همه که نمیخورن، یک تعداد بسیاری از احبار و رهبان البته میخورن مال مردم را بالباطل، از راه باطل، همه نظر غیر الله میکنند و میخورن. و یصدون عن سبیل الله، و این بدبختها را از راه خدا هم بند میکنن، به توحید اینها را وادار نمیکنن، به ندا و پرستش خدا وادار نمیکنن. شما یک مرتبه فلان ولی را صدا زدید و اشکی ریختید جنت مال شماه. یصدون عن سبیل الله. باز این ملاها سرمایه دارن، زکات هم. اون سرمایه دارانی که زکات مال خود را نمیدهند، چه ملا باشند چه غیر ملا، وعید سختی خدا برای آنها بیان. والذین یکنزون الذهب والفضه، اونایی که خزانه میکنن طلا و نقره را، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و انفاق نمیکنن این طلا و نقره را در راه خدا، فبشرهم بعذاب علیم. پیغمبر من اینا را بشارت عذاب علیم میده. بشارت برای کار خوبه یا برای بده؟ عذاب علیم چیزی که بشارت این تحکم استهزاء ہے. اللہ تعالی میگه این سرمایه دارایی که زکات مال را نمیدن، لا ينفقونها فی سبیل الله، بزرگان دین و مفسرین و محققین و رازدانان دین گرفتن مراد زکات نمیدن، زکات فرضی نمیدن. اینها را به عذاب علیم بشارت میده. کدام روز عذاب علیم هست؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم. امروز سروران گرامی این پولها، این دلارها، این تومنها، این درهمها، این کاغذها رسید اون طلا و نقره که مایه کشور است هستند. حالا کسی نگه که این طلا و نقره نیستن. خب اگر طلا و نقره نیستن پس زکات هم نیست. این پولها، این کاغذها، این چکها، این تومنها، این اسکناسها رسید اون طلا و نقره هایی هستن که شما در بانک دارید، شما در خزانه دولت دارید. چرا دولتی که خزانه چیزی ندارد کاغذش بیارزشه؟ با آنهایی که دارن خزانه های زیادی پشتوانه دارن، لذا اونها چقدر ارزش دارن؟ و در برابر همین کاغذ ها به شما طلا و نقره نمیده؟ میده یا نمیده؟ از معلوم میشه که اینها طلا و نقره کسی نمیتواند اینها را از اعتبار خارج کنه. انقلابی هم که بیاید اینها را نمیتونه خارج کنه، باید تعویض کنن. نکردن. در افغانستان تعویض کردن، در ایران آمدن تومنهای عکسهای شاهی داشتن اونها را خراب کردن و این کاغذها را درست کردن که عکسهای بزرگان دینه. اللہ تعالی میگن آئی که خزانه میکنن طلا و نقره را و خرج نمیکنن در راه خدا. ابو ذر که میگفت اگر خرج نکنن دیگه عذاب برای اینها. این آیات را میخواند اون سرمایه داران را دیگه تنگ کرد. حضرت عثمان گفت برو تو ربزه اونجا خدا را عبادت کن، تو این درست در نمیه. اگر مال نباشد تو زکات از کجا بدن؟ پس باید سرمایه باشد تا که سال دیگر هم زکات بدن. همه را که الان لیلام کنند و بدن، خب این سرمایه باید بره تو جیب فقیرها. فقیرها میشون سرمایه دار. فردا همین که زکات داده بره دو مرتبه زکات بگیره که نمیشه. این زکات دهنده باید همیشه بماند زکات بده، جمع کنه تنهای از ماه و در ماه رمضان دیگه بده. اگر نده چه کار میکنه؟ اللہ تعالی میگه اونهایی که خزانه میکنن طلا و نقره را و خرج نمیکنن آنها را در راه خدا، یعنی زکات نمیدن، بشارت عذاب علیم آنها را بده. اون چه روزیه عذاب علیم؟ یوم یحما علیها، روزی که این طلا و نقره ها گرم کرده میشن. این علیها نائب فاعل مفعول معلم یسمى فاعله برای یحما است. روزی که گرم کرده میشون این طلا و نقره ها، اون هم در آتش جهنم اینها را گرم میکنن و تویشون میکنن. تو فتقوا بها جباههم، داغ داده میشود با این طلا و نقره ها، با این و هم خوش بشن. چرا؟
وقتی که مستحق زکات می آمد این سه قسمت سید صاحب اعمال می شد. اول پیشانش ترش، بعد این بیچاره نشسته زکات هم در حوزه علمیه می گیرد، تو بغل این چنین طرفی می کرد و این نوکر حرف می زد، اون نوکر حرف می زد، توجهی نمی کرد به مستحق زکات. این بغل خود را اعمال می کرد، این طرف می کرد. بعد دیگه پشت می داد و گاز می گرفت و می رفت کار دست دهاره غش دیگه مسکین اینطور نگاه می کرد. اللہ تعالی میگه سه مورد را داخل می‌کنه، هم ایشانی را که عبوس کردی برای مستحق زکات، هم بغلت را و هم پشت را. چرا اینها را اعمال کردی؟ مال بابا زکات مال صاحب مال، این مال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من الله. این مال اینهایی، اگر از مال خود جدا کند زکاتش میگه که مال او پاک میشه. اگر از 40 میلیون 1 میلیون را جدا کرد اون 39 میلیون دیگر پاک میشه، این مال او میشه. اینه بدون منت، بدون کوچکترین احسان باید بده. این مال فقراء مساکین ابن سبیل فی سبیل الله و ابن سبیل، برای اینهایی که قرآن صنفانها را در آتی بیان میکنه. اون 39 میلیون پاک میشه، زکات هم به این خاطره، ورنه هر 40 میلیون نجسه. مثل اینه که سطری پر از شیره، شما یک استکان ادرار بیایید همه سطر کثیف میشه، درسته یا نه؟ زکات که وقتی از مال جدا نیست تمام مال آلوده، وقتی جدا پاکه. زکات معنی چنینه، اون 40 میلیون 39 میلیون تکیل میشه. سطر دیگر آلوده. زکات اصلا منتی نمیخواد، زکات شرایطی نمیخواد. در این مورد بدید این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه او به مستحق زکات حقش را نداده، این سه اعضا اعمال شده، ترش کرده. اینقدر ترش میکنن بعضی تا خدا نجات بده، اینقدر ترش میکنن. اتمانی ما مدرسه نداریم که بریم برای کردن، ما در مقاطع رفتیم نمیدانیم والله عالم. شیخ صاحب یک مرتبه خشم کرد دیگری کاغذی آورد، نمیدانم کاغذ وارد چیه بود، از اون هم شهریارش. یک مرتبه خشم کرد برای مانده، اینقدر شرمنده شد. خب بابا اون کاغذی آورد تو امضا نمیکردی، چرا سبیش بیچاره برای امضا آورد کاغذ. خیلی سخته و مولویا، اگر فقیرید و خوبه، اگر امیر شدید و ندادید این آیه را هم بخونید. ملاها یهود و نصارا خیلی سرمایه دار بودن، خیلی پودال بودن و سرمایه دارانشون هم خیلی پودال بودن. این خاطر اللہ تعالی میگه الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. این طلا و نقرها آن چیزهایی هستند که شما خزانه کرده بودی برای خودت با ضرب درد کلیه رفتی، این همه ثروت سرشار گذاشتی زکات ندادی. می کردی من از میلیاردها پول میلیونها زکاتشون میشه ندادی، حالا آمدی الان این خزانه. هذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا، پس بکشید آن چرا که شما خزانه کرده بودید. زکات چطور بدی؟ اللہ تعالی میگه سال 12 ماه، تو سال یک مرتبه زکات بدی، هر ماه نده. وای اگر خدا میگفت هر ماه زکات بدی، باید چرا سخت میشد.
12 ماه از 40 میلیون 1 میلیون بدید. 12 میلیون در سال باید میداد. لیکن اللہ تعالی احسان کرده سال 12 ماه شما فقط سالی 1 مرتبه زکات. هر ماه اگر زکات میگیره خیلی سخت نبود. هر ماه زکات میگیره، چنانچه که یا هر روز زکات بدید. سبحان الله، هر روز زکات بدید. یک فقیری خورماها را میچیدن که پاکستان نمیرسیدن، خورماها یا موقع رسیدن بود خراب میشدن. این خورماها که کمی شیرین میشدن و نمیپختن، اینها را می آوردن توی کوزه ها میکردن، کمی نمک هم میمالیدن و اینجا که خودش کلی گرمه، دهن کوزه را میبستن. صبح اینها به صورت رسیده به نظر می آمدن، چرب هم به نظر می آمدن. فکر میکرده خورما رسیده، در حقیقت اون نارست. اینو به این طریقه تو کوزه میکردن، صبح اینا دیگه رسیده به نظر می آمد. رنگ های سیاهی بر این من می آمد. این یک بیچاره‌ای بود، مثل که خورمای درختی کسی یک جای داشت. این میرفت و همینطور درست میکرد و بعد اینا را توی یک مجمع میکرد و بالای سر خودو میگشت، چهاره میکرد، میفروخت. عصر دیگه حضرت استاد بسیار بزرگوار مولانا عبدالکریم حافظ قرآن، حافظ مولانا عبدالکریم سودی صاحبش میگفتن. او این استاد از چیزهای بازار مثل روغن و این چیزها اصلا نمیخورد، فقط روغن از خانه خود می آورد، از دام از اون محله روغن گوسفند دیگه. از این روغن ها و از این چیزهایی که به انظار مردم گذاشته هم نمیخورد. خیلی او بر نفس خودش مسلط. به هر حال حضرت استاد گفت این پیرمرد میدانی که خرمه را به سر خود میکنه میفروشه، عصر که میشه هر چند چیزی که او به دست میارد پولوکی از این مجمع، هر 10 روپی گیرش میاد، 15 روپی گیرش میاد، میارد پیش من و میگه که باید زکات اینها را در کنی. یعنی الان هر روز این از کسب خودش میارد و زکات میگیره، پیش من میارد، میگه شما میدانی چقدر زکات اینها میشه گرید. دیگه من آنا و تومنش حساب میکنم، میگم اینقدر 4 آنا 5 آنا 10 آنا 20 آنا این زکات شد. سبحان الله، اللہ تعالی احسان کرده، سال را 12 ماه کرده و سالی 1 مرتبه زکات فرض کرده. چرا به شما زور می آیا؟ من میگه بابا 40 میلیون اللہ به اختیار شما گذاشته، از 40 میلیون 1 میلیون زکاته، 4 میلیون بیارید مسجد بازار رو زده، 35 میلیون بس نیست. کسی را 35 میلیون بس نمی کنه، تو 35 میلیارد هم را بس نمی کنه. سبحان الله. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماهان نزد خدا 12 ماهن، اونم در کتاب لوح محفوظ، در آنجایی که اللہ تعالی لوح محفوظ ترتیب داده از آن روزی که خلق کرده آسمان و زمین را 12 ماه است. منها 4 حرم، از اون 12 ماه 4 ماه محترمان، 4 ماه حرام. اینها میگن خود منم پرسیدن که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، چه ضرورت بود؟ هر انسان میدانه که سال 12 ماه، چه ضرورت بود که خدا گفت عدت الشهور عند الله 12 شهرا؟ مراد اینجا 12 امام. خب 4 تاشون حرامن، اینها کدومن؟ هر دو شما را قبول. و تو کتابای اینا نوشته ندیدی که از 12 شهران کی کتاب الله 12 امام مراد گرفته. تو کتابها حتی نوشته کرده، مثل همونی که در سوره رحمان خواندیم، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، بحرین فاطمه و علی یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن و حسین.
عجیب تعبیر، عجیب توجیه. خدا نمیدانه که سال 12 ماه پس اینجا مراد 12 امامه. خدا اشاره کرده اینجا 12 ستاران، 12 ماه، 12 چی تعبیری؟ خب بابا منها اربعتون حرم یعنی چی؟ 4 تا آنها حرامن، اونها کدامن؟ ذی‌قعد و ذوالحج و محرم و رجب، اینها اشهر حرمن. ذالک الدین القیم، احترام این ماها دین مضبوط است. سال 12 ماه، زکات سال 1 مرتبه، نماز در هر ماه، روزه سال 1 ماه. الله تعالی تعیین کرده. حج هم در ذی‌قعد و ذوالحج هست. اگر ذوالحج حاجی صاحب 9 روز 9 شب 10 او در عرفات نرسید، دیگه حاجی صاحب حجش ختم، حاجی نمیشه. حتی ترین نسک از نسکهای حج عرفه هست. از صبح 9 تا صبح 10 اگر حاجی در میدان عرفه نرفت ولو هم در حالت اغما و بیهوشی، حاجی نیست، حجش باید 2 مرتبه بله. باقی احکام حج جریمه داره عقب و جلوشون و امکان دارد که انجام بگیره، لیکن عرفه خیلی حساس. کل حج هم عرفه، الحج و عرفه، درسته؟ ذالک الدین فلا تظلموا فیهن انفسکم، ظلم نکنید در این ماه بر جانهایتون. اگر کافرها با شما جنگیدن، قاتل المشرکین کافتا، بجنگید با مشرکین در حالی که همه شمایی، چنانچه که آنها می جنگن با شما در حالی که همه کافتا یعنی جمیع، از اول تا آخر بند. کف به معنی بند، اینجا به معنی مجتمعاً. شما با کفار جهاد کنید و بدانید که الله با متقین است. اگر جمعیت آنها و تجهیزات آنها شما حراس داشتید، یقین کنید که الله با متقین است. خب این 4 ماه احترام، در اینها جنگ نکنید. لیکن اینجا من حواله نقل کردم والجمهور على اباحة القتال في الاشهر الحرم وان ذلك قد نسخ. تفسیر مدارک، فقیه عالی قدر حنفی که اشهر حرم دیگه الان احترامشون منسوخه، ولهذا شما قتال میتونید. قتال خودش عبادت، با کفار قتال کنید. قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا. در اشهر حرم جنگ حرام بوده، لیکن اکنون مباح شده. اگر آنها تجاوز میکنه شما تجاوز کنید، شروع نشید. گناه در این ماها از به نسبت ماهای دیگر سنگین تر است. انما النسیء و زیادتون فی الکفر. مشرکین یک دیگه مرضی داشت. مثلا رجب شهر حرام، آنها میگفته امسال رجب جنگ میکنیم، بعد از رجب چیه؟ شعبانه. شعبان را ماه حرام کرد. این یک بدبختی دارن. خدا گفته 4 ماه حرام، رجب امسال ما جنگ میکنیم، شعبان را به جای رجب احترام میکنیم. الله تعالی میگه من که محترم کردم رجب کردم، شما رجب را تأخیر میدهید، به شعبان میبرید و احترامش را در شعبان ادا میکنید. این زیادتی در کفر شما. همینه ما رمضان را میتونیم عقب و جلو کنیم. الان که رمضان ماشاءالله در فصل زمستان دارد میره، دم به دم ما توی زمستان میریم و بعد از زمستان دیگه آخر به عین گرمی میاد.
این تابستان. من یاد میدم یک زمانی این زمانی که گندم را در این دیار درو میکردم ما روزه بود. این روزه گندم درو کردن هم زیاد تشنه میشه. مردم هم فقیر بودن، همه می آمدن برای درو. یک عده زمینی داشتن، یک عده برای خوشچینی می آمد، یک عده برای دروگری می آمد و مردم روزه بودن. بعد یاد ما هست این تابستان در پاکستان ما روزه بود. هر چند سالی این روزه در گردشه. یک زمانی این بهار روزه همین زودها بود، روزه طوری بود، روزه دارد این طرف میاد دیگه، میاد این طرف تابستان. حالا چند سال دیگر میاد به طرف تابستان، حالا که پاییزه. انما نسی به معنای مؤخر کردن، رجب را بردن به ماه بعدی. این یک زیادتی در کفر است. گمراه کرده میشوند با این نسی آنهایی که کفر کردند. حلال میدانند این ماه حرام را یک سال و باز احترام و حرام میدانند آن را سال دیگر. هدفشون از این تاخیر و تقدیم چیه؟ لیواتی و عدت ما حرم الله، تا که تکمیل کنند تعداد آن ماهایی را که خدا حرام کرده. پس چیکار میکنن؟ حلال میکنن آن را که خدا حرام کرده. رجب حرام حلال میدانند، جنگ و جدال میکنن. زینا لهم سوء اعمالهم، مزین کرده شده بر آنها بدترین عمل. همینطور ما رمضان را یا ذوالحج را ما میتونیم تغییر بدیم. کسی بیاید بگه ذوالحج حج الان بیاید، فهد الان اعلان کنه بیاید برای حج. تو ذوالحج من با امریکا جنگ میکنم. کسی نمیتونه الان برای حج کنه، وقت داره. هر عبادت خدا باید در وقت خودش انجام بگیره. شما از نماز ظهر را الان میتونی بخوانید؟ ها؟ اگر شما الان نماز ظهر را بخوانید، همه مفتیان میگن نماز نخوانده. باید وقتی که ظهر آمد نماز بخوان تا نماز درست بشه. یا ایها الذین آمنوا، ها مزین کرده شده برای این کفار بدترین عمل آنها که حکم خدا را تأخیر و تقدیم میکنه، از طرف خود فضولی میکنه. خدا به مقصد نمیرساند قومهای کافر را، یعنی توفیق هدایت نمیدهند. ترغیب مؤمنین بر کتاب. یا ایها الذین آمنوا، او مؤمنین، ما لکم، چه شده شما را؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی به شما گفته می شود از طرف داعیان جهاد که انفروا فی سبیل الله، شما از این دنیا نفرت کنید و بروید در راه خدا، خروج کنید. این انفرو از نفور است، یعنی مجاهد باید دل از این دنیا بشویه. اون مجاهده. و نفره هم برای طالب گفت، طالب هم باید از دنیا دست بکشه تا بتونه علم بخونه. لولا نفره، دو راه، یا راه جهاد یا راه علم. هر دو را در این سوره مبارکه الله تعالی بحث کرده. انفروا به معنی خروج کنید و از این دنیا نفرت کنید، در راه خدا برید. چه شده شما را وقتی به شما گفته می شود انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، شما خود را پایین می کنید به زمین. اول اگر روی زن نشستید حالا 4 زانو می نشینید، خود را می زنید به زمین، گران می کنید خود را به زمین. خب برای جهاد بریم، این همه مال ما، متاع ما، اولاد ما همه ویل میشن، اینها صغیر میشن، ما میمیریم. الله تعالی میگه ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، شما خوشنود و راضی شده اید به بهار دنیا، به اولاد دنیا، به زال دنیا، به زر دنیا، به پست دنیا. در مقابل آخرت نیستن این سامان دنیا، این سامان دنیا در مقابل آخرت الله قلیل، مگر کم. این هم سامان دنیا هست، دیگه چیزی نیست. از همه سامان ها محبوب تر نیست. از پست هم محبوبه. بله، کسی را بگه اولاد تا بکش یا پست بیت میدین،
خیلی سخت. تمام بخل انسان برای همین هم میکنه که بچه های من درست نمیشه و تمام ترس هم به خاطر همین هم بچه های من میشه. مبخل و مجبن، جای بخل و جای ترس این هست. الا تنفروا، اگر نفور نکردید، برای جهاد نرفتید، تو یعذبکم عذابا الیما، خدا شما را عذاب علیم میده. عذاب نشینی از ذلته. و یستبدل قوما غیرکم، عوض شما قوم دیگر را میارد که غیر شما باشد. ولا تضروه شیئا، و با عقب نشینی از جهاد خدا را ضرر نمیتونی بگیری، دین خدا را یک ذره هم نمیتونی ضرر بگیری. والله علی کل شیء قدیر، الله تعالی بر هر شی قادره. ان شاء الله که مجاهد کامیاب وعده خدا. اکنون الله تعالی میگه او مردم مکه، او مردم جهان، اگر شما این رسول را نصرت نکنید و هیچ ضرری نیست بر رسول. چرا؟ خدا این رسول را لحظاتی نصرت کرد که پیغمبر یک یاری داشت، او ثانی اثنین، در حالی که او دومی دو بود، یعنی یک رفیقی داشت. او در غار بود، دشمنان او را تعقیب کردند تا دم غار حرا آوردند. من اون لحظه این پیغمبر را نصرت کردم. الان که ارتشی دارد، ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و حسن و حسین و این همه نظامیان را در اختیار دارد، من او را نصرت نمی کنم. الا تنصروه، اگر شما نصرت نکنید این پیغمبر را، تو فلا ضرر علی الرسول و علی الدین. چرا؟ فقط نصره الله، به تحقیق خدا او را نصرت کرده است. لحظه ای که او را اخراج کردن کفار، در حالی که ثانی اثنین، دومی دو نفر بود و ثانی دیگر صدیق بود. اذ هما فی الغار، لحظه ای که دوتایی در غار ثور بودند، لحظه ای که پیغمبر گفت به صاحبش صدیق اکبر که لا تحزن، غم نکنم. چرا؟ ان الله معنا، الله با من و تو هست. اون لحظه خدا اینو نصرت کرد. شب هجرت پیغمبر علیه السلام از خانه حرکت کرد و صدیق اکبر را همراه کردن، به غار ثور رفتن و در غار ثور کوه بسیار بزرگ، در مسیر مکه، در مسیر مدینه نیست، مسیر دیگره. حالا دقیق من متوجه نشد، ما در دامنه ثور رفتیم، به خود ثور هم نرسیم. این 6 روز هیچ چیزی نیست، خصوصا برای کسی که هیچ بلد نیست چیکار کنه. روز اول و روز دوم خب خود بیت مر بکن مشغول. روز سوم می بردن در زمین مسیر، نگاه کنین جبل ثوره و این نمیدن جبل حرا، توی اتوبوس برگردن. دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه روز حرکت کردیم. این 2 روز ما بریم به ثور بگردیم، بیت میمانه اینجا وقت در بیت شد. اگر خدا 2 مرتبه ببره انشاءالله بریم ثور و جبل حرا را فتح کنیم. خیلی ناعجیب بودن. این کوه را انسان باید نگاه میکرد، چقدر ارتفاع داره، چقدر مسافتی از مکه دوره، تمام شبرا و این کوه پر ارتفاع را پیمودن. چه شیر مردانی. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن، هنگامی که به صاحب خودش همراه غار خودش میگفت. از آنجا در دنیا رسم و دیار غار، یار صمیمی را چی میگن؟ یار غار، فلانی یار غار منه. لا تحزن، غم نکن ای یار غار،
که ان الله معنا، الله با من و تو هست. اونجا که بنی اسرائیل رقم خیش بود، انا لمدرکون، الان دست ما دستگیر میشی موسی. غم موسی نداشتن، غم خیش داشتن. حضرت فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، میت خاص رب با من موسی هست، او رهنمایی میکند. ان معی ربی، در این خالیت هیچی ندارد. ان معی ربی سیهدین، اینجا فرمود لا تحزن. حزن سروران گرامی همیشه برای دیگران، خوف برای خود انسان. موسی علیه السلام وقتی اشتها را دید فرار کرد، الله تعالی فرمود لا تخف، نگفت لا تحزن. حزن همیشه برای دیگران میشه. و پیغمبر تعقیب بود یا ابوبکر صدیق تعقیب بود؟ غم پیغمبر صدیق اکبر را ناراحت کرده بود. صدیق اکبر برای خودش هیچ فکری نداشت. اگر صدیق اکبر ترس خیش داشت، یک بدبختی که ببین ابوبکر صدیق نزدیک بود که راز پیغمبر را پاش کند، اصلا که می ترسید. اگر صدیق اکبر می ترسید و لا تخف گفته می شد، نه ترس. چنانچه که موسی وقتی از اژدها ترسید خدا فرمود لا تخف، نگفت لا تحزن. حزن همیشه برای دیگران است، خوف برای خود انسان است. صدیق برای خودش هیچ خوفی نداشت. چرا؟ از خانه پیغمبر محاصره بود یا خانه صدیق اکبر؟ پیغمبر تعقیب می شد یا صدیق اکبر تعقیب می شد؟ حضرت صدیق غمش گرفته بود که من از پیغمبر چطور بتونم دفاع کنم در برابر این ظالمی. این خاطر حضرت فرمود لا تحزن ان الله معنا. تمام کوه سور را فرشته‌ها محاصره داشتند. اگر کفار هم مطلع می شدن خدا اینها را تکه تکه می کرد. به ذریعه فرشته‌ها کوه سور محاصره بود. این خاطر الله پیغمبر فرمود ان الله معنا، من تو تنها نیستیم، الله با من و تو هست. کسی که الله با او هست. لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. اینها بدبخت میگویند که حضرت صدیق اکبر را پیغمبر با خودش برد به خاطر این که راز پیغمبر را پاش نکرد. چرا برد؟ که راز پیغمبر را پاش نکرد. خوشون بختها، اگر صدیق اکبر در خانه پیغمبر می بود هنوز حرف شما فهمیده می شد که می بره رازش را پاش نکنه. صدیق اکبر در خانه خودش بود، پیغمبر در خانه خود بود و علی جان همراه بود. علی جان را سر رخت خواب خوابانی، علی جان را مراقب خانه و رخت خواب کرد. از این خانه خود به خانه صدیق اکبر رفت و صدیق اکبر به انتظار بود که چه زمانی خدای کریم پیغمبر علیه السلام را اجازه می دهد که هجرت کند، من آماده باشم. در حیات القلوب، بلکه حیات قلوب نیست، این رماد القلوب است. رسول الله صلی الله علیه وسلم بر در ابوبکر صدیق رفت و او را صدا کرد و به طرف مدینه هجرت کرد و حزن صدیق اکبر را شد. چرا که حضور یقین بود که حفاظت کرده می شود و نبوت من را خدا جاری می کند تا لا تحزنی. خب در ترجمه مقبول کتاب اینها هستن. مولا باقر
خودشان میگن که پیغمبر علیه السلام از خانه خود به خانه صدیق رفتن. اگر صدیق اینجا می بود خوب بود، هنوز شما میگی میبرد تا راز را پاش نکنه، ولی پیغمبر از خانه خودش به خانه صدیق اکبر رفت. این را در کتابهای خودشون نوشته کردن. ابوبکر با حضور رفت و این که به خاطر این برد که راز را پاش نکند، این هم حرف بدون دلیل و مدرک. حضرت به از خانه خودش به خانه صدیق رفت و از آنجا همراه شد صدیق اکبر رفتن. تمام شب مسافت را طی کردند. صبح اینها نشستند که پیغمبر چه زمانی آخر شبها گفت که پیغمبر بیره به حرم و نماز میخونه. و لحظه که از خانه بره بیرون از مسجد حرام، ما او را ضربه میزنیم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم از خانه حرکت کرد و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. خواندن و رفتن و اینها کور بودن ندیدن. حضرت علی اینجا سر رخت خواب خوابید که پرده صبح امانتهای مردم را که پیش پیغمبر امانت گذاشته بودن برای حفاظت تحویل بدن. اینا تا صبح انتظار کشیدن، دیدن بیرون نهان. صبح دیدن تا حضرت علی اینجا تو خانه، بس دیگه نیست. دیگه اینها به واسطه اون انسانهایی که آثار اقدام را تشخیص میدن تعقیب کردن پیغمبر را تا دم غار بردن و اینجا در غار رسول پاک صدیق اکبر رفت، غار تمیز کرد، سوراخ را بست، مار به پای صدیق تمام شب رفته بود. حضرت پیغمبر سر روی زانوی ابوبکر گذاشته استراحت میکرد. زانوی حضرت صدیق اکبر بالشت رسول الله بود، یا سینه و زانوی دختر صدیق اکبر بالشت رسول الله هست. یک جای هست در معرکه زانوی مادر عایشه برای رسول پاک صلی الله علیه و سلم بالشت. از غزوه‌ای در یک غزوه‌ای و پیغمبر استراحت میکرد، موقع نماز نزدیک، آب هم نبود. حضرت صدیقه گلوبندش افتاده بود، صحابه در تلاش این گلوبند ندیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت استراحت میکنیم تا گلوبند پیدا بشه. حضرت صدیق اکبر ناراحت بود که تو سبب شدی قافله حبس بشه. میگه رسول پاک صلی الله علیه و سلم روی زانو مادر عایشه سر گذاشته، صدیق اکبر اینجا دور میزنه محافظت میکنه. دختر صدیق است و کسی دیگر اینجا نزدیک نمیتونه بیایه، مادر المؤمنین هست. صدیق اکبر چشمها را برای مادر خیلی تند و تیز میکرد، تو سبب شدی. و مادر را هم یک ضربه هم میزد یواش از طرف دیگر. و به خاطر رسول پاک صلی الله علیه و سلم میگه مادر میگه منم تکان نمیخورم که سر رسول الله روی زمین من بود. آخر فرمان تیمم آمد، اگر آب نیست تیمم کنید. اینجا زانوی صدیق اکبر بالشت رسول الله هست، استراب دارد، حزن دارد، حزن برای دیگران. ولا تخافی ولا تحزنی. به مادر حضرت موسی الله تعالی فرمود لا تخافی، برای خودت هم احساس خطر نکن. ولا تحزنی، در فراق موسی هم مغموم نباش که انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین. من این پس میارم پیش تو، وعده با تو دارم میکنم مادر موسی، انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین، و تاج نبوت را هم بر سر او میگذارم. فرعون لعنتی هیچ غلطی نمی کند، هنوز گذرنامه زندگی میگیرد با جوایز سرشار فرعون به خانه تو برمیگرد. حقوقی برای تو تعیین میکنم از دست فرعون. هدایای هنگفتی را به عنوان فرزند فرعون به موسی دادن، تمام ها
کادو کردند و دادند، با همه کادوهای طلا و نقره و جواهرات به خانه مادرش باز کشید. اینجا هم الله تعالی فرمود ان الله فانزل الله سکینته علیه، پس نازل کرد الله تعالی آرامش و فیضهای غیبی را بر صدیق ناراحت بود و دوا کی را میدن؟ کسی که مریضه، اضطراب صدیق دارد، پیغمبر مطمئنه، الله تعالی تضمین کرده، صدیق اکبر خبر ندارد، میگه چی میشود؟ اضطراب در قلب صدیق، سکینه بر قلب صدیق. و ایده، خدا کمک کرد اون صدیق را با لشکری که ندیدید شما آنها را، و کرد کلمه و جعل کلمت الذین کفروا السفلی، تدبیر و چاره کفار الله تعالی پایین انداخت، و کلمه خدا که من پیغمبر را نصرت کنم عالی است. من ضمیر علیه و ایده را به حضرت صدیق طرف گردانیدم. خب پاسدار صدیق بود، برای کمک صدیق خدا فرشته فرستاد که از پیغمبر حفاظت کنه، محافظ پیغمبر. هر دو زمین یا هر دو زمین به پیغمبر. خدا سکینه خود را بر پیغمبر نازل کرد و نصرت کرد اون پیغمبر را با فرشتگاه، با لشکری که ندیدان را. کلمت الله العلیا، کلام الله بالا هست، والله عزیز حکیم. الله عزیزه، به هر طریقی که بخواهد نبی خود را میتواند نصرت کند. حکیم است، حکمتش تقاضا کرد که پیغمبر بره در غار، داخل غار، دهن غار کبوتر هم نشسته روی تخمها و عنکبوت هم تار کشیده. اینا وقتی به دهن غار آمدم دیدم که این تار مسبوط دهن غار گرفته. گفتم بابا در داخل این غار، اونا که بلد بودن که غاری هست اینجا، نبودن بلد، کاملا بلد بودن، مکه‌ای همه غارها را سوراخ‌ها را هر که در منطقه خود بلده. مکه مکرمه با کوها محاصره، خیلی تنگ مکه، همه کوها را الان تونل کردن، از زیر راه میره مردم، ماشین ها میاره کنار حرم تونله، ماشین ها میگذاره، انسان از یک پلکانی برقی میاد بیرون تا حرم. ورنه اگر ماشین ها می آمدن دوربر حرم و راه و جایی نبود. مسیر دارن ماشین ها از هر منطقه. گاگای اگر انسان پیاده بره 5 دقیقه، لیکن با ماشین 10 دقیقه طول میکشه. بس که همه این تونل ها را باید در مسیر بپیماید و بیاد اونجا که پارکینگه، میسته زیر تونل، حاجی ها پیاده میشن بالا میاد، بعد میان پایی میره سوار میشه میره به محل. هر هتل در هر مسیری که هست اینها چی دارن؟ مسیر دارن که حاجی ها را انتقال میده، میبرن میارن. 24 ساعت این اتوبوس ها مینوبوس ها ایستادن برای انتقال حاجی ها. حاجی اون هتل را فقط انتقال میده، حاجی دیگه هتل را نمیگذاره. صندوق شهدا اینجا اتوبوس ها 24 ساعت ایستادن، قافله ها اینجا میان اسکان دارن، اینها را به حرم انتقال میده، میبرند و میارن. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم، شما برید برای جهاد در حالی که خفافا سبقید و در حالی که گرانید، یعنی اسلحه کم دارید یا زیاد دارید، در حالی که سالمید، در حالی که مریضید. و جاهدوا باموالکم و انفسکم، جهاد کنید با جان و مالتان و در راه خدا. این جهاد با جان و مال خیر است برای شما اگر شما میدانید فضیلت جهاد را. اگر شما میدانید فضیلت جهاد را، در راه خدا برید در حالی که سلاح در حد کافی دارید و در حالی که سلاح کم دارید، شما همه در راه خدا برید. از این لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، واقعه تبوک
و زجر برای منافقین که از این واقعه تخلف کردند شروع زجرات برای منافقین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.